جشن 13 به در روز بسیار فرخنده و خجسته است. شوربختان ایرانیان چون از این روز آگاهی کمی دارند، آن را نحس می‌دانند. بر پایه سالنامه باستانی 13 هر ماه را روز تیر یا تیشتر یا فرشته باران می‌نامیدند. بنابر اسطوره‌ها ایزد باران با دیو خشکسالی اپوش در جنگ بوده و در پایان پیروزی با ایزد تیر یا باران بوده و باران میبارید و چون در نخستین بار 13 در ماه نخست سال و فروردین قرار دارد، ایرانیان باستان در پایان نوروز در روز 13 به در به باغ و دشت میرفتند و به شادی و گره زدن سبزه برای برآورده شدن آرزویشان میپرداختند و برای درخواست باران به درگاه اهورامزدا نیایش میکردند. در مورد نسبت دادن نحسی 13 به در هیچ مناسبتی به ایرانیان ندارد و این خرافه ریشه در فرهنگ اعراب دارد و پس از ورود اسلام به ایران وارد فرهنگ ایرانی شده. مراقب باشیم این روز ویرانی و تباهی طبیعت نشود. برای اطلاع از تاریخ و فرهنگ ایران این پست رو تا جایی که میتونید به اشتراک بذارید.